اگر منی بر لباس انسان بیفتد لباس انسان نجس است یا خیر؟ نه، میتونی نماز بخونی. رسول الله صلی الله علیه وسلم گاه وقتی احتلام میشد و عایشه رضی الله عنها روی لباس رسول الله نطفه رو میدید، اگر که خیس بود با سر تیغی کاردی اونها رو پاک میکرد، اگر خوش شده بود اینطوری میکرد و چه و نهایتا میداد که بپوشه. چهارمین آب نطفه است که اصل انسان از اونه. در مذهب شافعی نجس نیست، در مذهب احناف نجسه. در مذهب شافعی منی نجس نیست، اما منی سبب غسل واجب میکنه. اگر منی این آب نطفه از مردی خارج شد، از زنی خارج شد، باید غسل بزنه و غسل واجب میشه. اما لزومی نیست، اگر خوش شده میتونه چه همون لباسش اینطوری چه به هم بزنه، بریزه نطفه های خوش شده و تو همون لباس هم نماز بخونه. ایضا 4 آب از انسان خارج میشه، از زن و مرد. 3 تاش نجسه، یکیش نجس نیست، طاهره. اون 3 تایی که نجسه وضو واجب میکنه، حدث اصغر میشه، سبب حدث اصغر میشه، و اون یکی که نجس نیست سبب حدث اکبر غسل واجب میکنه. این 4 تا آب چیه؟ 1 ادرار نجسه اما غسل واجب نمیکنه. اگر ادراری چکید رو لباست، همون قسمت لباست میشوری و آلت به شرمگاهت میشوری و وضو میگیری، غسل نمیخواد. 2 مزیه چیه؟ میم زال یا مزیه قطره آبی نازک مثل منی نیست. معمولا بعد از فکر کردن در مسائل جنسی میاد، مسائل شهوتی، چیزی ببینه، نگاه به زنی بکنه، مجله‌ای چیزی بخونه، چیزی بشنوه در مسائل جنسی، این قطره قبل از منی میاد. 1 قطره 2 قطره نازکه، کدرم نیست، بوی هم نداره، خیلی چسبناکه. این نجسه. نهایتاً چه؟ اگر به لباس داخلیش اصابت کرد نجسه، باید اون مقدار لباس رو بشوره و شرمگاهش رو بشوره و وضو بگیره، غسل نمیخواد. حضرت علی رضی الله عنه شهوتش خیلی زیاد بود و خودش میگه کنت رجلا مزاعا، من مردی بودم که خیلی مزیم میآمد، نه که از نظر دید به نامحرم، نه، حاشا و کلا، کنت رجلا مزاعا، همیشه مزیم میآمد. بعد از اونجایی که فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله همسر من بود، روم نمیشد که از رسول الله صلی الله علیه و آله سوال بکنم حکم این مسئله، و تا مزیم میآمد میرفتم غسل میزدم. به جای رسید که در زمستان با مشکل دچار شدم، دست پام تکه تکه شد از بس غسل زدم، تا اینکه ابو دردا یا یکی از اصحابو بهش گفتم که برو پیش رسول الله صلی الله علیه و آله برای من سوال بکن، من روم نمیشه، دخترش فاطمه زن منه، همسر منه. بعد که رفت سوال کرد، گفت اگر کسی مزا باشه، مزش بیاد زیاد، نه در نتیجه تفکرات شهوانی و مسائل فکر کردن در مسائل جنسی، همینجوری بیاد، حکمش چیه؟ غسل داره یا غسل نداره، یا فقط حدث اصغر وضو واجب میکنه؟ بعد که سوال کرد گفت نه، کافیه که همون مقدار لباستو بشورید و شرمگاهتو بشورید و وضو بگیرید، غسل واجب نیست. و حضرت علی راحت شد و درسم برای من تو داد و حکم شرعی هم ثابت شد که مزی نجس هست، باید شست، اما غسل واجب نمیکنه. آب سومی عزیزان من که نجسه بهش میگن ودیه، واو و دال و یا. این کدر غلیظه، مثل منی، بو هم داره، 2 قطره 3 قطره هم بیشتر نیست. کی میاد؟ بعد از ادرار کردن. وقتی ادرار کردی به خودت فشار آوردی که آخرین قطره بولت و ادرارت بچکه که طاهر بشی، فشار که آوردی به خودت 1 قطره غلیظ میچکه از انسان. در هنگامی که چیز سنگین بلند میکنه فشار میاد، پایین میاد این 1 قطره، این هم نجس از زن من، باید شست و وضو رو واجب میکنه. 4مین آب نطفه است که اصل انسان از اونه. در مذهب شافعی نجس نیست، در مذهب احناف نجسه. در مذهب شافعی منی نجس نیست، اما منی سبب غسل واجب میکنه. اگر منی این آب نطفه از مردی خارج شد، از زنی خارج شد، باید غسل بزنه و غسل واجب میشه. اما لزومی نیست، اگر خوش شده میتونه چه همون لباسش اینطوری چه به هم بزنه، بریزه نطفه های خوش شده و تو همون لباس هم نماز بخونه. اگر منی بر لباس انسان بیفتد لباس انسان نجس است یا خیر؟ نه، میتونی نماز بخونی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گاه وقتی احتلام میشد
و عایشه رضی الله عنها روی لباس رسول الله نطفه رو میدید، اگر که خیس بود با سر تیغی کاردی اونها رو پاک میکرد، اگر خوش شده بود اینطوری میکرد و چه و نهایتا میداد که بپوشه.